سلام، حالت چطوره؟ بعد از این همه مدت اومدم ویدیو بگیرم. بعد چند وقت تو رابطه دنبال رابطه جنسی می‌گردی؟ هر چی زودتر. واقعا دوستش دارم پایین اصلا مهم نیست. تو این دنیای پر از نقاب اگه قبل ورود به رابطه رد فلگ و گرین فلگ های طرف مقابل رو میدونستیم، آیا کمک میکرد که عشق واقعی رو پیدا کنیم؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی یوتیوب دیگه. ویدیو درباره چیه؟ درباره بلایندد بر اساس رد فلگ و گرین فلگ هستش. اگر رد فلگ و گرین فلگ نمیدونید چی هست، رد فلگ میتونه یه سری پوینت های منفی توی آدم باشه، میتونه هر چیزی باشه، میتونه رفتاری باشه، شخصیتی باشه، و گرین فلگ چیزیه که خب به نظر طرف مقابلت خیلی خوب میاد و یه پوینت مثبته. این سبک ویدیوهای مثل بلایند دیت که ترند شده، به نظرم خیلی چیزی میتونیم از توش یاد بگیریم، در مورد آدما، در مورد دیت، در مورد خیلی چیزا. اما همینجوری که خیلیاتون میدونید، من این چنل رو جدید زدم و نیاز به حمایتاتون دارم. مرسی که از من با لایکت حمایت میکنید، چون واقعا برای من دلگرم کننده است. من توی این ویدیو قراره یه سری کامنت بدم بر اساس علایق و تیست خودم. پس نظری که من دارم توی این ویدیو میدم کلی نیستش و بر اساس نظر شخصی و سلیقه شخصی خودمه. و این ویدیو چون درباره گرین فلگ و رد فلگ هستش، من خودم هم 2 تا خودکار برمی‌دارم، یه دونه قرمز، یه دونه سبز، که نظر شخصیمو بگم. بیشتر از این معطل نمی‌کنم، بزن بریم. توی این برنامه نیوشه یه سری سوالا میپرسه که باعث رو کردن رد فلگ و گرین فلگ های شرکت کننده ها میشه. آخر ویدیو هم یه جایزه 3 میلیون تومانی داریم، اما با یه شرط و شروط خیلی خاص که معلوم میکنه شخصیت مهمتره یا ظاهر. خودتو معرفی کن. شخصا عاشق اینتروی ویدیو شدم، به نظرم خیلی اینتروی جالبی داشت. شما فکر می‌کنید اگر واقعا ویژگی‌های خوب و بد، حالا همون گرین فلگ یا رد فلگ های طرف مقابل رو میدونستید، مثلا خیلی از رابطتون به پایان نمیرسید یا نه؟ شما هم تو کامنت برای من حتما نظرتون رو بنویسید. به نظر من هم میتونه اینجوری باشه، هم میتونه نباشه. امینم 21 سالمه، ساکن تهران. اسمم سوپانه، 20 سالمه، ساکن تهران. امیر محمدم، 21 سالمه، ساکن تهران. علیرضا 21 سالمه، ساکن تهران. منم سامم 21 سالمه، منم از تهران. ببین نمیدونم شما هم اینجورین که نسبت به دیدن آدما مثلا یه فرست ایمپرشنی ازشون میگیرید. یعنی چی؟ یعنی مثلا میبینیدشون یه قضاوت ریزی تو ذهنتون میکنید، مثلا این اینجوری میخوره باشه، این میخوره مهربون باشه، این میتونه اینجوری باشه. ببین به 1-2 تاشون میخوره از این پسرای شیطون بد بوی باشن، ولی خب چند تاشون هم خیلی کیوت باشن، مهربون باشن و به قول معروف کیس مناسب رابطه باشن. اما نمیتونی یه کتابو بر اساس جلدش قضاوت کنی. پس باید تا آخر ویدیو ببینیم تا ببینیم که واقعا چجور آدماییه و چجور شخصیتایی داره. 5 آرتیست مورد علاقت. هیپاپولوژیست، دورچی، کوبون، جاین اشراقی و چرسی. اون دیگه سلیقه‌ایه آهنگ. آره. از طریق رد فلگ و گرین فلگ افراد جلوی عقب میرن، در آخر کسی که مسیر رو تموم کنه برنده میشه. یعنی بر اساس اون پوینت هایی که دختر خانم میده، هی میان جلو، هی ممکنه برن عقب. خیلی برنامه‌اش باحاله. ترویس اسکات، من خارجی زیاد گوش میدم. هیپاپولوژیست، اونم بازم کوبون. تریپی رد، یه دونه اونم خارجیه. دیگه همین دیگه 4 تا دارم. به نظر من نمیتونی زیاد بر اساس موزیک کسی رو قضاوت کنی. حالا درسته که میتونی از روحیاتش تا حدودی سر در بیاری، ولی اینجوری نیست که مثلا بخوای یکی رو به خاطر موزیک رد کنی، بگی چون موزیکت به من نمیخوره، مثلا نه ای من مثلا با تو دوست نمیشم. تتلو، رضا پیشرو، سروش هیچکس، دیاس و وانتونز. گروه البته. هیپاپولوژیست، ویناک، بیشتر رپ گوش میدم. یه نسل یکی هم که رضا پیشرو، هیچکس، همین 4 تا. این پیرسینگ توی گوشش رو دوست دارم، خیلی باحاله به نظرم. من خودم شخصا دوست دارم که حالا پسر پیرسینگ داشته باشه، ولی بازم بستگی به استایل و قیافش داره، چون به بعضیا خیلی میاد، به بعضیا اصلا نمیاد. ولی من شخصا مشکلی ندارم، بازم به یه سریا خیلی میاد. دخترایی که اینجا دارن ویدیو رو میبینن، شما پیرسینگ دوست دارید یا دوست ندارید؟ تتلو، رضا پیشرو، سروش هیچکس، دیاس و وانتونز. گروه البته. هیپاپولوژیست، ویناک، بیشتر رپ گوش میدم. یه نسل یکی هم که رضا پیشرو، هیچکس، همین 4 تا. منم ترویس اسکات، آیسم، کوروش، ممزی، آرتارم دوست دارم. یه عیب اخلاقی و ظاهری از خودت بگو. ظاهری که دماغم شکسته، هنوز عمل نکردم. اخلاقی این که وقتی یه نفر رو کلا بخوام از زندگیم حذف کنم، دیگه حذفش کردم. دیگه جای برگشتی نداره. ببین به نظرم خیلی از آدما که میگن آره مثلا ما یه سریا رو از زندگیمون حذف می‌کنیم دیگه برنمیگردن دیگه فلان، شعار میدن.
خب یعنی خیلی واقعا این کارو نمیکنن، ولی مثلا میخوام بگم ما خیلی آدمای تافی هستیم و اگر یه اشتباه بکنی دیگه هیچ برگشت نیست. اما خیلی بستگی داره به اینکه خب طرف چیکار میکنه، چه اشتباهی میکنه، چقدر اون خط قرمز تو رد میکنه. ولی بازم به نظر من تو اگه کسی رو دوست داشته باشه یا رابطه واسات ارزش داشته باشه، اصلا امکان نداره حالا با چند تا اشتباه، حالا میگم بازم بستگی داره، بخوای کلا حذفش کنی و مثلا فلان و اینا. اصلا بخوای نخوای چند سال دوباره میدی به این آدم چون دوستش داری. مگه مثلا تو چند تا آدمو تو این دنیا میتونی اونجوری دوست داشته باشی؟ بعد به آدما دوباره فرصت داد. ظاهری اول بگم وزنم کم به جدی 60 کیلو هم با این قدم خیلی لاغرم و وزنم برم بالا. اخلاقی میتونم بگم که فقط این دو نفر شاید مثلا بد باشه ولی خب یعنی شاید خوبم باشه این، ولی فوکوسم مثلا روی کاره نه روی ریلیشنشیپ. پسری که توی زندگیش به اون اهدافی که میخواد نرسیده باشه، من بهش حق میدم که من اولویت دومش باشم یا مثلا سومش باشم. به نظر من هر آدمی تا موقعی که به اون چیزایی که میخواد تو زندگیش، حالا اون هدفایی که علاوه کاری تو ذهنش داره نرسیده، باید اولویت اولش کارش باشه. چون میدونی کلا کار و پول و حرفه و علم و اینا هیچ وقت شما رو ترک نمیکنن، ولی آدما شما رو ترک میکنن. پس بهتره اولین اولویتت کارت باشه. من به این گرین فلگ میدم. ظاهری خب ظاهر یه چیز سلیقه‌ای، یا نمیتونم خودم بگم. شاید از نظر من همه چی ایراد داشته باشه، از نظر یکی هیچ چی ایراد نداشته باشه، ولی اخلاقی بخوام بگم زود آدم‌ها رو کنار میذارم کامل. همه پسرا همینو میگن. ما زود آدم رو کنار میذاریم. لجباز و یه دندم، ظاهری هم نمیدونم خود باری شمال نمیکنم. خب اخلاقی چی بود؟ اخلاقی گفتم یه دنده هم دیگه. یه دنده است. خیلی آره بده. من اخلاق خیلی بدم اینه یادم که خیلی سخت عذرخواهی میکنم. وای، یعنی ترجیح میدم با کارم مثلا دل طرفو به دست بیارم، نمیتونم بیارم بگم ببخشید معذرت میخوام. ظاهری هم که دوست داشتم قطعا کلامی مشکل داره مثلا فقط. یه عیب بهش آدم نباشه. قدش از نظر شده. خودم دوست دارم همینجوری. عیب نیست. خب بده. راست میگه بده واقعا. میدونی به موزیک نرسیده چی میگن؟ چی میگه؟ هر وقت رسیدی زنگ بزن. باحال بود. فیلم جاده خاکی رو دیدی؟ نه. اصلا ندید تا آسفالت نکردم برو. نظرم قشنگ بود. سبز آره. باورش نمیشه. میدونی به ارتش روستای هان تو سریال جنوب چی میگن؟ نه. سپاهان. فکر کنم جنوبو ندیدم. بامزه نبوده. میدونی فرق جاده مخصوص با جاده معمول چیه؟ جاده مخصوص خب با قارچ و پنیره. نظرم قشنگ. به نظرم باحال بود دیگه. میبینی چقدر سلیقه ها فرق میکنه، ولی به نظرم جالب بود. میدونی تنها کسی که صبح میره سر کار میبینم واسش ریدن کیه؟ کیه؟ مسئول آزمایشگاه. نه قلبی نبود. بسته بود. راست میگه واقعا. آخرین باری که اعتماد یکی رو شکوندی؟ آخرین بار نمیدونم. فکر کنم اون شکن. من کاری نکردم. قوی بود. ناراحت شد. ببین واقعا معلوم نیست که آدما بخوان واقعیتشون رو توی این ویدیو یوتیوب نشون بدن. واقعا اینو جدی دارم میگم. ولی ویدیو یوتیوب انگلیسی رو نگاه کنی، چون از قضاوت شدن اینا اصلا نمیترسن. از اول زندگیشون یاد گرفتن که خودشون باشن، چه بقیه بپذیرنشون چه نه، چه بقیه جاجشون کنن چه نه. خیلی وقت خودشون. یعنی مثلا طرف اگه خیانت کرده باشه، بدتر روی کره زمین هم باشه، همونو میاد توی ویدیو نشون میده. ولی ایرانیا اینجوری نیستن، خیلی تظاهر میکنن خیلی وقتا به چیزایی که نیستن. ولی خب ما بر این اساس میذاریم که این بچه‌ها هیچ کدوم قرار نیست مثلا تظاهر کنن و خودشونن. آخرین باری که اعتماد یکی رو شکوندم به یاد نمیارم جدی. ایول. همه با اعتماد. من آخرین باری که اعتماد یکی رو شکوندم فکر کنم یه ماه و نیم 2 ماه پیش بود. چرا؟ یه امیر واقعی. تعریف کنم بعدا. من به خاطر صداقتش بهش واقعا سبز میدم. به خاطر صداقتش سبز میدم. اعتماد کسی رو شکستن کلا تو هیچ شرایطی خوب نیست به نظرم. متاسفانه 1 سال پیش بود. دلیلاشو نمیگی؟ دلیل نه شما دلیل گفتید. دروغ زیاد میگفتم. آره دروغ زیاد میگفتم. دروغگوام. نه من نشده. من چون یه رابطه طولانی هم داشتم تا حالا نشده. یه دست به سایه من میگم بزن. رابطه حاضرت با اکست؟ شماره‌شو دارم، نه اون زنگ میزنه نه من. ولی داریم شماره هم دیگه. هیچ ارتباطی نداریم. منم هیچ ارتباطی ندارم. من همه جا بلاکم. اصلا هیچ ارتباطی ندارم باشه. از همه جا بلاک چیکار کردی؟ ببین دقیقاً یا چیکار کردی که از همه جا بلاکش کرد؟ ارتباطی ندارم باش. خبری هم ندارم.
منم حال همدیگه رو میپرسیم چون ما یه جورایی مسالمت آمیز از هم جدا شدیم. دکتری مگه؟ ببین من شخصا حالا اگه در حد حال پرسیدن باشه نمیدونم، ترجیح همینه که خب باش در ارتباط نباشه، ولی خب حالا اگه در حد حال پرسیدن هم باشه، چون یه آدمی بوده که زمان خیلی زیادی رو باش گذرونده و اینا، چون آدما وقتی زمان زیادی رو با هم میگذرونن، حالا جدا از این که پارتنر همن، خیلی با هم دوستای صمیمی میشن، خیلی به هم اعتماد دارن. نمیدونم شما نظرتون چیه؟ اگه حالا در حد سلام احوال پرسی اوکی یا اوکی نیست، و دلیلتون هم برام بنویسید تو کامنت. استایل بچه میخوام بهتون نظر بدم. امین تو استایلت خوبه ولی کاش که یه رنگ دیگه مثلا توش به کار میبردی، اینقدر مشکی نمیشد. سوپان تو هم من به نظرم استایلش باحاله. خوبی، قدت خوبه و همونجوری که خودت گفتی لاغریه. عینکشو دوست دارم. استایلت عینک تو به نظرم ضروری بهتر. به نظرم عینکش خیلی باحال بود. امیر تو هم خوبه، استایلت خوبه، نظر خاصی ندارم. و امیر علیرضا تو استایلت خوبه، با پیر گوشت هم حال میکنه، خوبه دیگه. گفتم سام تو هم استایلت خوبه با اکسسوری. آره باحاله. دوست دخترت وقتی با من تو رابطه ای باد لاس بزنه چیکار میکنی؟ دوست دختر. الان دوست دخترم با وقتی که با تو رابطه یعنی با 2 نفر تو نه رابطه. دوست عادیه. آره میگه اگر دوست عادیه، مثلا دوست عادی که داری باهات لاس بزنه وقتی که با منی چی کار میکنی؟ بریم ببینیم جوابشون چیه. دوست معمولی. وقتی مثلا با من تو رابطه باد لاس بزنه چیکار میکنی؟ چرا آدم این کاری کنه؟ یک تو اینکه اصلا خودم این کارو انجام نمیدم. خیلی چرا؟ مثلا دوست معمولی نمیدونم. مخالفی؟ مخالفم. خود چرا؟ چیکار بعد می‌کنی؟ جوابشو نمیدم. مثلا سرد رفتار. دوست دخترت هم رفیق پسر نداشته باشه؟ ببین داشته باشه ولی دیگه تا یه حدی دیگه. گرین فلگ. خیلی پسر خوبی. به نظر من بستگی به سیچویشن داره. مثلا اگه به موقعیتش داره، مثلا اینکه اگه مثلا بیرون باشیم بخواد یه حرکتی لاسی چیزی بزنه، مثلا ممکنه یه واکنش بهش نشون بدم که بفهمه که نکنه این کارو. اگه دوباره تکرارش کنه، اون موقع مجبور میشم فاصله بگیرم تا اون موقعی که رابطمون تموم شه. یا اینکه حالا من اینکه دیگه خیلی چیز کنه دیگه. ببین اگر با دوست دخترت بیرون باشه، جلوی دوست دخترت باد لاس بزنه که خیلی طرف و پر باشه که این کارو بکنه، و من اونجا دوست دختر طرف هر ریاکشنی نشون بده واقعا باش موافقم. تو چی با رفیق پسر اوکی یا نه؟ ببین رفیق پسر اگه بچگی باشه اوکی ام. بعد ببینمش، آخه معلومه قشنگ معلومه قشنگ چی میخواد، ولی معمولا اگه دوست جدید باشه نه واقعا اوکی نیست. اگه مثلا دوست یه سال دو خودت هم سال دوست دختر نداشته باشی دیگه جدید. آره دیگه رابطه ها رو کم میکنیم موقعی که تو ریلیشنشیپیم. حالا باور میکنه. کلا تو وای میگه همه رو باور میکنه. کلا تو سن نیستی که بخوایم محدود کنیم هم دیگه رو. مثلا من دوست دختر نداشته باشم یا دوست پسر نداشته باشم. یه ذره جدی تر که باشه آدم گیر میده، ولی الان تو سن نیستیم که بخوایم جدی باشه. یعنی نه من گیر میدم نه اون باید گیر بده. منطقیه. خیلی طرز فکرشون اینه که حالا اون رابطه‌ای که دوتا پارتنر یا دوست دختر دوست پسر دارن رو زیاد جدی نمیبینن، فقط در صورتی که اون رابطه بخواد منتهی به ازدواج بشه اون موقع جدیش میگیرن. ولی خب اینجا این شکلی نیست. اینجا مثلا تو کشورهای حالا اینوری وقتی دوست دخترته یعنی خیلی جدیه، یعنی مثلا کلا یه قدم مونده تا ازدواج. میدونی حالا دوست دختر دوست پسرن، بعد با هم مووی میکنن، بعد با هم ازدواج میکنن. یعنی انقدر این چیزو عجیب نمیبینه وقتی طرف دوست دخترشه، یعنی کامیتمنت کامل بهش داره، کاملا متحده. ولی تو ایران اینجوری نیستش. دوست دختر رو زیاد هنوز خیلی به نظرم جدی نمیگیرن، یه جور خوشگذرونیه. ولی بازم خوبه طرف میگه باشه من گیر نمیدم، مثلا خب تو هم گیر نده، تکلیفش روشنه. این خیلی به نظرم چیز خوبیه. سادی بخوام با لاس بزنم. لاس نمیزنم. راجبش چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ مثلا بلاکش میکنی؟ و بلاکش لاس بک میزنی؟ نه لاس بک هم نمیزنم. هدایتش میکنم سمت مسجد. تا یه حدیش خوبه تا یه حدیش بد. میتونی هیچی ندی. کلا لاس بزنه یعنی مشکل داره دیگه. باید هدایت بشه. نظری نداری؟ تو نظری نداری؟ باید یه نظر بدی. الان ما چیکار کنیم؟ آفرین. زوری گرفته. هدایتش میکنی یعنی مثلا بهش میگه که این کار زشته. منظورش چیه؟ ببین داره بازی در میاره. من اگه بخوام خودم بگم سعیم میکنم وقتی تو رابطه‌ام طرف مقابلم خوشش نمیاد این کارو نمیکنم، ولی اگه برای طرف مقابلم باشه، اگه دوستش از فیلترهای من رد شده باشه، یعنی مورد تایید من باشه، موردی نداره. به نظر من آدم مثلا من که کلا مخالفشم، ولی اگه یک نفرم انتخاب میکنه بعد انتخابش طوری باشه که
اون دوست دختره به خودش اجازه نده که با اون پسری که تو رابطه است بخواد لاس بزنه. بخاطر همین اگر هم دوستی هم باشه از نظر من باید دوست مورد اعتماد باشه. حالا چه برای دختر چه برای پسر فرقی نمیکنه. ولی در کل من موافق نیستم باشه. به نظرم دوست دختر دوست پسر برای هم کافیه. نیازی نباید داشته باشن به کسی دیگه اضافه تو رابطه‌شون. اگه تفریحی باشه میتونه با دوست دخترش انجام بده. 2 تا سبز. اگه چیز دیگه هم باشه بازم میتونه دوست دخترش باشه دیگه. 2 تا. ببین با این قسمتش که حالا دوست دختر دوست پسر هم کافیان و اینا که زیاد موافق نیستن، چون این سری آدما خیلی اجتماعی ان. مثلا دوستان یه گروه دوستانه خیلی بزرگ باشن، برن مسافرت این ور اون ور فلان اینا. ولی نسبت به قسمت اول حرفش گرین فلگه به نظرم. ولی اینم نظریه بر خودش. شما هم تو کامنت ها حتما برای من بنویسید که نظرتون چیه. کی دیت اولو حساب کنه؟ راستشو بگید. سکند دیت نداره. همه رو پسر حساب میکنه. نه جدی پسر دیگه قاعدتا به نظر من. بقیه دیتا رو چی؟ گفتی فرست دیت دیگه. مثلا بعضی جا حالا پسری که کارمند باشه کار میکنه تا یه حدی میتونه بذاره. به نظر من پسر دیگه قاعدتا به نظر من. بقیه دیتا رو چی؟ گفتی فرست دیت دیگه. سکند دیت دیگه بده. یکی دیگه بده. دیگه بسشه دیگه. کی دیت اولو حساب کنه؟ راستشو بگید. سکند دیت نداره. همه رو پسر حساب میکنه. نه جدی پسر دیگه قاعدتا به نظر من. بقیه دیتا رو چی؟ گفتی فرست دیت دیگه. مثلا بعضی جا حالا پسری که کارمند باشه کار میکنه تا یه حدی میتونه بذاره. به نظر من از یه جایی به بعد دیگه طرف نداره. یعنی مجبوره قرض کنه هر چی، ولی جالب نیست به نظر من. دل پوری داره. 50-50 هم نه، ولی تا یه حد دیگه پسر که رسید تا تهش دیگه باید کمکش کنه به نظر من. درست نیست اصلا. ببین به نظر من خیلی این موضوع شخصیه و به خیلی پارامترهای حالا اون طرف مقابلت ربط داره. یه سری دخترها اینجوریان که کلا طرف اون باید پرووایدر باشه. یعنی چی؟ یعنی اون کلا هزینه هر چیزی رو بده. دختر مثلا فقط زمانی هزینه میکنه که حالا یه ایونتیه، یه گیفتی، یه کادویی میخواد براش بگیره، حالا یه سالگردیه، تولدیه، اینجوریه. وگرنه تو بقیه شرایط خرج نمیکنه. یه سری چجوری هم میگن که خب مثلا 50-50 باشه، یه بار من یه بار اون، یه بار من یه بار اون، خیلی حساب شده. یه سری مثلا میگن بیشتر وقتا پسر حساب کنه، حالا بعضی وقتا هم دختره مثلا بگه من امروز مهمون میکنم و اینا. خیلی شخصیه، نمیتونی بگی که حتما مثلا این درست میگه حتما اون غلط میگه. یه وقت میبینی خب طرف داره میتونه خرج کنه، خودش هم اوکیه، تو چرا نباید اوکی باشی؟ یا یعنی نداره، مثلا نیاز به درک بیشتری داره، انتظار داره تو هم کانتریبیوت کنی، تو هم مثلا هزینه کنی، خب بازم چه اشکالی داره؟ میدونی هر کسی باید بره سمت اون کسی که به اون تیست شخصیش نزدیک تره، اون چیزی که طرفش میخواد دقیقاً همونه. اما دیت اولو نمیتونی بگی باید پسر حساب کنه. به نظرم اگه پسر حساب کنه قشنگتره، مخصوصا اگه پسر دعوت کرده باشه. میدونی؟ به نظر من تمام دیتا رو پسر اگه توانش داشته باشه، یعنی بالای مثلا به تابلو میخواد سبز بگیره 25 سال بالا بعد یعنی مثلا کم کم چیز بکنه. ولی اگه سن پایین‌تره زیر مثلا 22 اینا معمولا کسی کار نداره، سر کار نمیره، همه پول تو جیب مامانشون میگیرن، مثلا بعد تقسیم میشه. به نظر منم پسر باید حساب کنه اصلا. دیت اول یا تا الان که ما اینجوری بودیم. دیت اول یا کلا؟ دیت اول و کلا دیگه. حالا مگه یه جایی باشه دعوت شده باشی و اینا، غیر این صورت پسر داره حساب میکنه تو. سیاسیش نکن دیگه. ایران داره پسر حساب کنه. شده خودت حساب کنی؟ آره. آفرین. اشتباه داد کاغذ. به نظر من چون دیت اولو پسر دعوت میکنه، پسر حساب کنه خیلی بهتره. دختر دعوت کنه چی؟ بکن دختره دعوتت کنه بعد بری حسابم بکنی. کاغذ من عقب نمیرم. برابر باید باشه. خب دیگه نظر من دیگه چه فرقی داره؟ دیگه میخواد برید وارد رابطه شین دیگه، اینجوری بشناسیش که خیلی دیگه. مثلا اگه دعوتت کنه حساب نکنه. نظر شخصی من اینه. ولی دیت اولو پسر باید حساب کنه. همونطور که دوستان عزیزم گفتن نه دیت اول خب همیشه کسی پسر خب چون دعوت میکنه برای جلب توجه، حالا به قول معروف دختر ذهنیت بدی راجبش پیدا نکنه حساب میکنه. ولی حالا مثلا قرارهای بعدی هم بازم میگم شاید مثلا یه دختری باشه که بگه نه من حساب میکنم، برای حفظ ظاهر همیشه پسر باید به نظرم پیش قدم باشه برای این قضیه. چون شاید مثلا خیلی از دخترها خب شاید درآمد پسر بیشتر از دختره باشه، بخاطر همین کلا به نظر من هم پسر باید حساب کنه. آره ببین کلا به نظر من اینم خیلی قشنگه که پسر بخواد بره حساب کنه، دختر مثلا تعارفم بکنه، مثلا من مال خودم حساب میکنم یا مثلا من حساب میکنم. به نظرم این تعارفش هم قشنگه. چون من اینو از چند نفر مثلا شنیدم که خیلی خوششون اومده وقتی یه دختره مثلا حتی در حد تعارفم گفته مثلا من میرم حساب میکنم، لازم نیست حساب کنی، یا حداقل من مال خودم حساب میکنم، خوششون اومده. بعد چند وقت تو رابطه دنبال رابطه جنسی میگردی؟
خجالت بستگی داره راستشو واقعا جدی. مثلا حالا بعضیا هستن که یارو واسش مهم نیست دختره، ولی بعضیا که من مثلا میشناسم دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، تایم میدم، مثلا مهم نیست این تایمو بهش میدم، حالا حالا چه چیزی که پیش میره. ولی بعضیا که دیدم مثلا اونجوریان مثلا فرق نمیکنه، فردا پس فردا. از امین انتظار میرفت بگه من اصلا دنبال رابطه جنسی نیستم. هر چیز زودتر بده. به صداقتش گرین فلگ میگم. اینم واقعا خیلی چیز شخصیه، اما مثلا روانشناسای خیلی معروف میگن که حداقل 6 ماه فقط باید طرفو بشناسی، چون آدما معمولا همون اول اون نیت و قصد واقعیشو نشون نمیدن، اون چیزی که واقعا هستن نشون نمیدن و ممکنه بعدا پشیمون بشی از اینکه مثلا با اون طرف رابطه داشتی و اینا. ببین هر چیزی زمان و موقعی داره دیگه. اینم یه چیزیه که خودش مشخص میکنه، همون موقعی که مشخص کنه، نه دیرتر نه زودتر. خیلی باستی هست جواب میده. قشنگ دو پهلو جواب میده، برای چیزی که خودت تو ذهنت برداشت کن منظورش چیه، میدونی اصلا خیلی باسی ازت جواب میده. مشخص میکنه دیگه. مشخص میکنه. چجوری مشخص؟ بازه زمانی بازه زمانیش به نظر من باید بیشتر 5-6 ماه باشه اگه رابطه میخواد طولانی باشه. اگه قبلش باشه یعنی از نظر میشه دلیوری. یعنی از نظر آره از نظر من 5-6 ماه. همون دنبال چی؟ مرسی. ببین تا زمانی که اعتماد سازی نکنین نمیشه رابطه برقرار کرد. اول اعتماد سازی بعد رابطه. زمان بدم 2 ماه 3 ماه. چون خوبه. آره خیلی بستگی داره. زمانش آخه نمیتونه پسر تعیین کنه، مثل میمونه یه قرارداد ببندی با خیلی بلده. میگه من تا انقدر میتونم صبر کنم. چقدر؟ بعدش دیگه باید برای پسر که زمانش میگه زودتر هر میگه چی زودتر ولی به نه خب باید همو بشناسین، بستگی به طرفت داره. شاید طرفت بگه آقا من بعد 5 ماه، ولی باید قبول کنی، اینجوری نباشه آفرین. آره تو قبول میکنی؟ نباید اینجوری باشه که اصرار کنی یا مثلا بخوای با حرفایی که میزنی اونو مجاب کنی که مثلا باهات رابطه داشته باشه. میدونی یه سری اصلا انقدر چرب زبونی میکنن و اینا که دخترها رو یه جورایی قانع میکنن که الان وقتشه، ولی اصلا دخترها نباید گوش بدید به این چیزا. ولی باید قبول کنی، اینجوری نباشه اصرار کنی. تو قبول میکنی؟ چیو؟ مثلا آره بابا بچه شدی؟ نمیشه گفت که آره دیگه مثلا طرف میگه 3 نمیشه ماه زور من کرد. نه من فقط 1 ماه. میگه 3 ماه میگه اوکی. طولانی ترین رابطه‌ای که داشتی؟ 6 ماه. خیلی طولانی. خیلی من کلا کمه. یه رابطه داشتم، اونم حدودا 1 سال. یه سال. چرا نه؟ یه چرا دونه بابت 1 رابطه سال؟ کلاً دلیلش داشته. چرا بابت 1 سال سبز زدی؟ از یه چند سالشه که میخواد چند سال همسن ماست دیگه هم. باشه. چند سنش سال خیلی باشه. 21. من طولانی ترین رابطه هم 1 ماه 2 ماه پیش تمام شد. 2 سال و 2 سه ماه. رابطه‌های زیادی در کل داشتی؟ نه به قیافم میخوره. نمیخورم. چی میخندی؟ 2 سال بوده. و هست. 2 سال. 4 سال. خیلی فکر کردی؟ میگرفتیش بعد میگرفتم نشد. چند وقت فکر کردی؟ 4 ماه 3 ماه 4 ماه. این 2 تا بگو. عاطفی بوده جداییش. اگه بیرون باشیم یه پسر از من تعریف کنه، یعنی از پارتنرتون تعریف کنه، ریاکشنتون چیه؟ اگه تعریف مثلا یا حالت حالا مثلا چه تیپ و استایل و اینا باشه ریاکشن نشونه، ولی اگه خود کاری بکنه دستی بزنه تیکه بندازه خب چرا دست قطعا بزنه. خب چیکار می‌کنی؟ دعوا میکنه ایله کار میتونی بکنی زنگ میزنه ما میریم پیشش. زنگ میزنه بچه‌ها داداشم حالا دعوا نباید. قطعا مثلا واکنش نشون میدم، چون که تو فکر کن خودت حساب کن، حتی اگه منظورم یعنی اکثرا منظور دارن به نظر من، چون که تو اگه میبینی که یه دختر با پسر داره راه میره اصلا سمتش نمیری که پسر برشوت نکنه، حتی نگاه به دختر نمیکنه. این که طرفدار میاد اگه شعور داشته باشه یعنی البته. یه چیزی میخواد در اصل میگم یه واکنشی میخواد که واکنشش میشه. من نمیتونم نگاه کنم کسی پارتنرم نگاه کنم. زنگ میزنم علی رضا. چشاتون درست. نه دیگه انقدرم خوب نیست. من در این حدم هم قرمز سنتی طرز فکر سنتی. من برخورد میکنم خوشم نمیاد، مثلا لزومی نداره که یکی دیگه بخواد اصلا تعریف کنه، حالا به هر منظوری اصلا نباید این کارمون اشتباه کسی دیگه که بخواد این کار اشتباه بکنه. نه من برخورد میکنم قشنگ. واو خودتون خیلی خیلی تو. خیلی خشنی شما. ناراحت میشم. عصبی. خیلی ناراحت شدم. درگیرم میشیم دیگه بالاخره پارتنر بغل داشته بعد خب اونا منطقی تر گفتن. گفتن اون مثلا گفت بستگی تو داره چی نظر خودتو باشه. باید بگی، چه ربطی به منطق داره؟ نظرش دیگه نظر منه دیگه. نظرش من میشه میگه. ببین به نظر من خیلی بستگی داره که طرف کیه.
مثلا از چی داره تعریف میکنه، مثلا چه نسبتی داره، غریبه است، خیلی دوره، خیلی نزدیکه. ولی اینکه حالا اگه زیاد نزدیک نباشه مثلا یه تعریفای عجیب غریبی بکنه، طبیعتا دوست پسرت باید ریاکشن نشون بده. اگه ریاکشن نشون نده یعنی واقعا هیچ حسی بهت نداره. خیلی مهمه این داستان، چون پسرا کلا خیلی پوزسیون، مثلا حس مالکیت خیلی دارن رو کسایی که دوستشون دارن. ولی نه حالا در این حد که نه اصلا کسی نباید نگاه کنه، مثلا قاطی میکنن فلان، نه اینکه مثلا که فقط ناراحت میشن، مثلا هیچ ریاکشن نشون نمیدن. چیزی وسط اینجوری بعد یه جوری به طرف بفهمونه که مثلا آقای محترم حد و مرز تو نگه داری این شکلی. شخصیت خودمون رو نمیتونیم تغییر بدیم. آره اون تغییر نده، هم عقب وایسیم. ما همینجا نیستیم. این که مثلا میری با یه سری از آدما تو رابطه دیگه ما شخصیتمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، تو نمیخوای شخصیتت رو تغییر بدی، تو قراره یه سری اسکیلا، یه سری چیزا به شخصیتت اضافه بکنی. مثلا چی؟ مثلا توی که زود قاطی میکنی، مثلا کنترل روی خشمت نداری، این اسکیل کنترل روی خشم رو به خودت اضافه کنی. یعنی تمرین کنی که مثلا این چیزو یاد بگیری. اصلا نمیخواد اینو عوض کنی، سعی کن این چیزی یاد بگیری، سعی کن پیشرفت کنی از این لحاظ، چون نمیتونی بگی من همینم که هستم. میدونی این غلط ترین حرفیه که یه نفر میتونه بزنه. کسی این حرفو زد یعنی کاملا فرار کنید از دستش. دیت ایدئالتون چی؟ دیت ایدئال. همه میگن ترجیحاً کافه، ولی خب من دوستم خونه دوست آشپزی خونه باشه، غذا بخوریم، فیلم ببینیم. الکی دیت اول بازم سبز. دیت اول نه، شهربازی جدی. با اینکه اینجا 20 تا گرین فلگ شهربازی حال میده، خیلی حال میده. آره دیت ایدئال اولیش باشه یا چندمیش؟ کلا دیت من دیت کجا حال می‌کنی بریم؟ یا آدمش ایدئال باشه همه جاش ایدئاله، یعنی ربطی نداره موافقم. کافه باشی، خونه باشی، خیابون باشی. منطقی نیست؟ منطقیه. آفرین. من معمولا چون بیشتر میخوام حرف بزنیم جای خلوت باشه بهتره. بیشتر می‌خوام حرف بزنی. اونجوری هم فکر نکن. یه جای دنج باشه که طرف میخواد بری صحبت کنید، میخوایم از با هم بودن لذت ببریم. من ترجیحم اینه که یه جای خلوت و دنج باشه. نه اگه خیلی خودت بورینگه. بیشتر پیش بره، همش دیگه اهل این شکلی. طبیعت باشه، مثلا من خیلی دوست دارم این کلبه تو رامسر داشته باشیم، بریم و 2 نفره با هم. من دوستم تو الی کوبی لس آنجلس. قشنگه دیگه. خب طبیعت اونقدر اوکی نه. اونقدر اوکی نباشه، فضا می‌بینیم فضا آره. می‌خواد. یکی از لذت همون رستوران. اکثر غذا بخورایی خوبه، چون شرکت خودم غذا غذا خوردن. همه دوست دارن. من شکمون هم رسید. منم غذا می‌خوریم دیگه یه خونه. سیگاری هم می‌کشیم. غذا حالا کجا بخوری؟ کافه بخوری یا خونه؟ این عقب افتاده. یه سوال خونه فرق میکنه. رابطتون پابلیک باشه یا نه؟ ببین آخرین باری که پابلیک کردم اصلا دوست نداشتم، یعنی با اینکه تایمش کم بود پابلیکش کردم، ولی راضی نبودم. که رابطه‌های آینده‌ام سعی می‌کنم تا حداقل 1-2 سال بگذره بعد پابلیک. خب چرا راضی نبودی؟ چون ضربه بدی دیدم، چون با خانواده آشنا کردم و اینکه حالا انقدر هم دیگه نسری، نه کلا حالا گفت با 6 ماه. خانواده. پابلیک مثلا حالا تو؟ از اینستاگرام اینا منظورتونه؟ آره. بعدم نمیاد. من راستیت هم 50-50 جوابم، یعنی مخالفم که پارتنرمو نشون بدم، ولی مخالف نیستم که نشون بدم پارتنر دارم. می‌دونی چی میگم؟ مثلا برای مثال دوست ندارم بگم که پارتنرم کیه، ولی اوکی ام اگه بخوام شیرش کنم. مثلا نمیدونم دیدیانه بعضی وقتا آره. عکس میذارن ولی معلوم گرین نیست فلگ. کیه. اوکی. اونایی که اوکی هاید میکنه. اوه یکی دیگه مونده برسه. من دوست ندارم پابلیک کنم اصلا. خوشم نمیاد. حالا یا چشم میزنن یا دنبال حاشیه سازی و یه نظر میخوام بدن. اصلا نظر بقیه خوشم نمیاد واقعا. آدم اصلا نباید دهم بین باشه. 1000 نفر ممکنه 1000 تا نظر درباره پارتنر تو بدن، ولی تو اگه واقعا اینکه دوست داشته باشی و خوشت بیاد ازش و اینا، مثلا اینی باش حال میکنی، باش خوش میگذره، آدم خوبیه، قابل اعتماده، خب بقیه هر چی میخوام بگن چرا باید مهم باشه؟ میتونم بشنوم ولی اینکه تحملش هم دارم، ولی خوشم نمیاد اصلا بگم. چه کاری نشون نمیدم، اونا هم نظر نمیدن. ای بابا بده غیر بذار بده دیگه. من دوست دارم پابلیک نباشه. نه یه تایم داره یا کلا دوست نداری شما دو من تا؟ که مثلا نشون اولاش. ندین. ببین یه سری پیجشون پابلیکه، میذارن مثلا با دوست دخترشون 1000 تا کار میکنن. این قرمز رو بده برم. خب اگه پی وی باشه پیج. اگه پی وی باشه آره، خب آدمایی که دور خودم هم ببینن چه مشکلی داره. یعنی فقط دایره خارجی. یعنی دختره بیرونی نبینن. آفرین. بفرستش. دختره من که اونجا رد فلگو دادم. خارجی نفهمن، داخلی بفهمن. خارجی دوست ندارم. مدتی هم نداره.
مثلا اگه باش مدت رابطم طولانی باشه دوست دارم به خانواده‌ام نشونش بدم. پابلیک در اون حد نه، ولی به خانواده‌ام اوکی مثلا در اون حد، ولی پابلیک دوست دارم بشه. نه خب همونجا به نظری نظر ندارم. برای من بازه داره، بازه زمانی. بعد یه مدتی که مطمئن شم دیگه با اون طرف میتونم ادامه بدم پابلیکش میکنم. این یخواد چون پابلیک نکنی دخترها همیشه تو ذهنشون میاد که تو چرا عکس منو نمیذاری؟ چرا با من استوری نمیذاری؟ نمیخوای کسای دیگه بفهمن. به خاطر اینکه جلب اعتماد کنی. آره. واو قشنگ کلا حس میکنم چون تو رابطه طولانی مدت بوده خیلی از چیزا رو میدونن. به افتخار عمو سامی یه کف بزنید. حالا خیانت کردی اگه کیس جزء خیانت حساب میشه آره. دیگه می‌خواستی چیکار کنی؟ نه مثلا فقط در حد کیس بوده. دبل بده. چرا راستیت خیانتی؟ بر چه حدی بوده؟ در حد کامل. در حد کامل. یعنی طرفو با حرف دو تا بده ببین. دیدی اینا دو تا گفتم من همه چی رو صادقانه تا اینجا گفتم دیگه. بیرون رفتم ولی دست ندادم اصلا. مثلا شده دوست دختر داشتم با دوست دختر دوستم رفتم بیرون ولی کاری نکردم مثلا ربطی به من نداشت. خب چرا رفتی؟ مست بودم. چیزی که دوست دخترت در جریان نباشه بری خیانت آره دیگه پشت سرش دارین کار میکنین دیگه. ببین خیانت کردم ولی خیانت دیدم که خیانت کردم، یعنی نبوده که همینجوری عشقی خیانت کنم. نه انتقام جوه. کاتم کردم. خیانت اول تلافی کردم بعد کات کردم. من جدی ضربتی نوش کن. من نظری ندارم. من خیانت میکردم 4 سال که نمیتونستم تو رابطه بمونم. نکردم. حالا خیانت نکن. سنمونه فکر کنم. عمو سامی من کردم دیگه تو تو با من بودی. به جز این 4 سال رابطه دیگه ای نداشتی؟ یه دونه قبلش داشتم. با اونم خیانت نه اون که اصلا سنم خیلی کم بود اصلا. از چند سالگی حالا شروع خیانت کرده؟ دیدی؟ 4 سال. بله خب چیکار کردی؟ کلا گذاشتمش کنار ایگنورش کردم کلا. نظری نظری نمیشه ندارم راجع به این سوال. چیکار کنم من یارو بکشم دیگه حتی زنگم بهش نزدم. با صحبت کنم بار آخر مثلا این بچه خیلی بدی شد. کجا بیام؟ نه این سوال رو چیز نمیده. تو حقت با اون کاری که کردی بهت خیانت چه؟ من خیانت ندیدم ولی یه چیزی برای من یعنی خیانت جوری بگم مدرک کافی نبوده برای خیانت، ولی مثلا با این میگم این بهترین دوست پسره اون اذیت میکنه، اون اذیت کردم. من خیانت من یه دونه عکس دیدم گفتش که عکس مال قبله و من اونو باور کردم، یعنی خیانت حساب میشد ولی من اونو باور کردم، رابطه‌مو ادامه دادم، بعدش خودم بهش خیانت کردم، جبرانش کردم. خب تو چیکار کردی؟ من فقط میگه شک داشتم نمیدونستم مطمئن نبودم. من چون مدرک نداشتم کاری نکردم ولی سرد شدم بعد گوستش کردم بعدش دیگه. دقیقاً منم مدرک نداشتم عکس مال قبل ولی میدونستیم. عجب. گول خوردی. آره حس می‌کنم. کلا دختر دروغ زیاد میگن. اوه آره چون نمیتونی نظر بدی. نه بیشتر از پسرا. پر رو. یادم شده چیکار کردی؟ بوسیدمش گذاشتمش کنار. چیکار باید بکنم دیگه؟ برم یه اصلا گازش گرفتم. این خیلی چیله بعد ولی جوابش خیلی بانمکه. چه برمیگه مثلا بانمکه. دمت گرم یه بار دیگه هم بود. بخشش در کار نیست. اشتباهه. نمیتونی چشم پوشی کنی. بده 2. نه نشده خدا رو شکر. شاید تو نفهمیدی. خب خط قرمزتون تو رابطه؟ من حول نبودم. خودش میره بوس میکنه میگه اول اگه حول نبودم دیگه همین دیگه حول نباشم. حول نباشه. همه اینا دیگه جزوشه دیگه. به چیش سبز دادی؟ اول نباشه دختره. فقط یه خط قرمز داره. ببین اگه مثلا دختری باشه که زود میره خونه تایم که بیرون میتونه بمونه چیزا، چون که من کلا آدمیم که دیر میرم بیرون دیرم میام خونه. این خیلی شخصیه. نمیشه گفت گرین فلگ رد فلگه. باید درک کنی دختره. آره ولی خب دیگه هر کی باید با مثل خودش. اینه که وقتی که برای دوستاش یا کسایی که امن به خودش دورترن میذاره از من بیشتر باشه. مثلا یه موقع میبینی یعنی تو اولویتش آره اولویتش باشم، نه خیلی بعد از خانواده اولویتش باشه. مثلا نگه به من الان نمیتونه با من بیاد جایی بعد من بمونم خونه با یکی دیگه. آره راست میگه خیلی حرکت بدیه. دروغ حالا خونه راستشو بگی راستشو بگه ولی اولویتش میام همیشه دوستاش نباشن، چون دوستای یه دختر تو رابطه بیشترین تاثیر رو میذارن تو رابطه. اون میگن چیکار کنه چیکار نکنه تا حدودی. یه دختر اصلا دوست نداشته باشه. بستگی داره. منطقی بود ولی موافق نیستم. مهم نیست. نمیدونم دیگه آقا تو فوتبال کارت قرمز کارت سبز میدن میتونه واسه آره
تو که دوست داشتی بری عقب خب برو دیگه. یکی اینکه برای من وقت نذاره، یک دروغ بگه، دومیش هم اینه که کلا آدم حسودیم، دوست دارم تمام وقت پیش من باشه، یعنی نباشه دیگه خط قرمزم دیگه. گفتم همونجا مثلا همینجا بود. آره بستگی به طرفش داره. یعنی همیشه تمیز باشه. چی نده؟ هایجین. به بهداشت فردیش اهمیت بده و حالا اینکه حالا ظاهریش بود وفادار هم باشه دیگه، نسبت تعهد داشته باشه نسبت به اون چیزی که وارد شده. خیلی‌ها تعهد و وفاداری رو میگن ویژگیه، ولی از نظر من یه وظیفه است. یا وظیفه طرف مقابل اینه که تو رابطه تعهد و وفاداری نداشته باشه، خب خط قرمز رو رد می‌کنه. کلا مساوی اون منطقیه. ممکنه همین اینجوری بوده. چجوری مخ منو میزنی؟ اینستاگرام که ندارم، میام جلو میام سلام خوبی؟ میرم میگم خدا خوشم اومده شماره‌تو میدی؟ نه ساده. خب اگه بشناسیم، اگه بشناسی یعنی چی؟ یعنی قبلا دیده باشی. خب مثلا میگم فعلا من مثلا دیدی دیگه. من روز فاز دارم، اون بیشتر با هم آشنا شد. خیلی خواستم بگم چقدر صبره دقیقاً. کاری کنه. نه جوابم معلوم نیست. شهربازی. نه خیلی شهربازی. همون دیت ایدئال. چیکار رو کنیم؟ بازی. میگه بیا بریم شهر بازی همین؟ نه دیگه میگه چجوری مخمل چجوری مخشو میزنی؟ شهر شناختی. آره دیگه. من اشتباهی سبز دادم، قرمز. مثلا سلام من رود فاز دارم فلان اینا. بعضا باحال نیست، بعد خیلی محترمانه تر بگه طرف. البته نمیدونم شاید چون سنشون کمتره، حالا باز اون زبونایی که بین خودشون دارن و طریق صحبتاشون شاید فرق میکنه با کسی که هم سن منه. ولی یکی بیاد بگه سلام من رود فاز دارم، مثلا بیا اوکی شیم. نه چجوری دعوتش می‌کنی؟ حسای خوب نه راست میگه چجوری دعوت هم می‌کنی؟ همیشه هر بازی. آره طبیعتاً میگم بهت آره که بیارم دیت. آره سلام بریم شهر بازی. سلام بریم شهر. خب بعد اومدم شهر بازی، چجوری می‌خوای مخمو بزنی؟ این مخت خورده که رفت. یه خورده دیگه نصف رو اومدی. نه ولی جدی ببین جدی سعی می‌کنم که کلا وقتی یه برنامه خوب دارم باهات بیام بیرون که کلا حس خوبو با من ربط بدی. سعی می‌کنم من مختصر و مفید میگم. اتو دارید خونتون؟ آره. منم دوستش میدم بریم شما. بریم شما؟ کجا بریم؟ بده برم گندش. نه ولی شمالش خوب نبود. گفتی مخمو بزن دیگه. امیره دیگه کجا؟ یه کاپ لاین گفت. شمال که نمیره، گفت مخمو بزن بابا. من زن و بچه دارم. من سعی نمی‌کنم مختو بزنم. باید حال نکردم. نه حال منم به زور دیگه نمیتونم برم آقا خدا شاید. حالا تو بگوسم. من واقعیتش اولش خیلی صادقانه میگم که ازت خوشم اومده، حالا بعدش که با هم صحبت کردیم سعی میکنم حالا دیت اول گل برات بخرم، بعدش مثلا غذای مورد علاقت رو بفهمم ببرمت رستورانی که حالا دوست داری. 100 تا گرین فلگ، 1000 تا. ایول. خب بچه نیوشوس هم بجز این که مچ یعنی بهترین مچ هم دیگه شدن طبق این مسابقه 3 میلیون تومان هم جایزه دارن. ولی یه تویستی داره این قضیه. 2 تا کاغذ دارن، 2 تاشون. یکی از کاغذها نوشته تقسیم کن، یکی از کاغذها نوشته بدوز. من خودم تقسیم میکردم چون از اون جوابایی که پسر داد و فلان و اینا خیلی دید مثبتی بهش دارم و من خودم شخصا تقسیم میکردم. ولی شاید اگه مثلا یه سری آدمای دیگه جلوم بودن مثلا میگفتم حالا بدوز، چون میدونستم طرف مطمئنم میدوزه. ولی واسه این آدم من تقسیم میکردم. حالا ببینم دختری چی کار میکنم. شاید هم پسره بدوزه، نمیدونم. من خودم اگه اونجا بودم دارم میگم. نه دیگه الان خب داری میگی تقسیم کن نکنه وای باورم نمیشه. فکر میکردم دختره تقسیم کنه. چه پلات تویستی داشت واقعا. چجوری دلش اومد؟ اصلا مشخص بود این پسر این کار نمیکنه. پسر خوبیه تا اینجایی که ما دیدیم ظاهرا. اصلا فکر کردم همون طعم میمونم، گفتم شانسی ندارم، ولی خب اونم چی شد حالا دیگه. اومدیم نظر کلی راجع به برنامه فانی بود، به نظرم سرگرم کننده بود. حالا توش هم یه سری چیزا بود شاید یه سری‌ها بتونن استفاده کنن ازش. خوبیش هم این بود که خب دیدگاه افراد دیگه نسبت به سن ما هم بهتر تونستن بفهمن. یه سری‌ها خب مثلا خب ما از همه رنج سنی شرکت کننده داشتیم، دیدگاه‌های مختلف هم بود که حالا هر کسی ببینه نظر خودش رو. فکرشو می‌کردی که نه واقعا فکر نمی‌کردم. فکر کردم واقعا خیلی رو راسته با من. من از وفاداری و صادقانه خیلی من اینجوری بودم، اینجوری بود دوزید. ولی فکر می‌خواستم اول بدوزم ولی گفتم زشته مثلا بذار
خود جنتلمنانه برم جلو تقسیم کنم دیدم، ولی نه، کلا این شعارش این بود که به هیچ کس بچه‌ها اعتماد نکنید تو هر شرایطی تا آخرین لحظه. اگه دوربین بود نبود جواب داد نه همین جوابا رو میدادم کلا صادقانه. قبل اینکه برگردی اون ظاهری که تو ذهنت داشتی با اون پرسونالیتی مچ می‌کردی؟ نه خیلی، چون خیلی خودشونو کامل معرفی نکردن، فقط یه سن و کجا زندگی میکنن و گفتن. نه. فکرشو می‌کردی سام از اون ته؟ باورم نمیشه دزدید. نه فکر کردم امین یا سبحان ببرم. چی شد تهش که جایزه رو دزدید؟ همینجوری فان باشه. چرا بدم به اون؟ اصلا فان نبود به نظرم. خوبم نبود. اصلا به نظرم کار فانی نبود. کار فان خیلی متفاوته با این کار و اصلا خوشم نیامد از آخرش. ولی خب چی بگم، شاید میدونسته چون قرار نیست با پسر دوست بشه دزدیده، نمیدونم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین. من که خیلی خوشم اومد از کانتنتش. چنلشو تگ میکنم، میذارم حتما داخل دیسکریپشن ویدئویی که دیدیم. و شما هم حتما اگه نظری دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. اگه دوست دارید بازم از این ویدیوها براتون بگیرم تو کامنت ها برای من بنویسید. تا ویدئوی بعدی، فعلا خداحافظ.